به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتنم در زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پدران و مادران اهل قدر و برادران و خواهران اهل اسلام من، بنده امروز برای شمایان یک قصه درباره یک مادر مهربان و 3 نفر پسران او نقل می نمایم. این مادر اهل قدر تمامی هستی خود را برای پرورش این پسران خود بخشیده بود. با امر الهی شوهر این مادر در حادثه نقلیاتی دچار گشته در جای حادثه وفات می کند و این مادر تنها 3 نفر پسر را می خوراند و می پوشاند. مادر سختی های زیاد زندگی را از سر می گذارد، لیکن به هر یک دقیقه حیات فقط به الله تبارک و تعالی تکیه می کرد و به هر یک سختی که در پیش می آمد می گفت این لله و این الیه راجعون. با همین طور این مادر این 3 پسر خود را به وای می رساند و روزی پسر اول خود را خانه‌دار می کند و وقتی که این پسر یکم خود را خانه‌دار می کند، از داخل شهر از یک بیناهای باحشمت یک حجره را برای پسر خود خریدار می کند. آن را برای پسر خود تحفه می کند و بعد چند سال دیگر پسر دوم خود را خانه‌دار می کند و این پسر از برای آنه که معلومات عالی گرفته بود به دیگر شهر کوچ می بندد و با همراهی همسری خود در اون شهر انتخاب کردهش زندگی می کند و بعد چند ماه دیگر مادر با سعی و کوشش حلال خود فرزند 3 خود را عائله دار می کند. با امر الهی این مادر فقط 3 نفر پسر داشت و خلاص و دختری نداشت و اون همسری که برای پسران خود گرفته بود مثل دختر خود می حسابید. لیکن مادر مهربان نمی دانست که اون عذابهای کشیده بود، از اون هم عذابهای سختی در پیش او را انتظار است که این هم نبودن مهر عاقبت از جانب پسران نسبت مادر است. یعنی وقتی که این پسران عائله دار شدند، هر یک اونها با کار خود مشغول شده مادر خود را فراموش کردند و حالت به درجه رسید که اون پسر 3 از برای سخنهای دروغ همسر خود مادر خود را در یک حجره خرد جاگیر کرده بود که مادر هر شب میگریست یا الله فرزندان مرا عقل و ایمان نصیب کردم تا اینکه خطاگی خود را بفهمند و تا حالی که وقت هست توبه کنند. الهی من فرزندان خود را دعای بد نمی کنم، لیکن به سوی تو فقط راه نجات می ترم. الهی فرزندان مرا از راه خطا به راه راست بازگردان. روزی این مادر از سبب دقتی سخت به یک بیماری سخت دچار می شود و او را با زودی به بیمارخانه می برند. یکی از طبیبان اون بیمارخانه هر 3 فرزندان را به سوی خود فریاد می کند، می گوید برادران، مادر شما به بیماری سخت از سبب دقتی دچار شدند و باید یکی از شمایان به مادر خود همیشه همراهی کرده او را همیشه شاد گردانید. پسر اول می گوید برادر، من با شخصان آبرومند مملکت خارجه همکاری می کنم و نمی توانم با همراهی مادر بمانم. پسر دوم می گوید برادر، من هم حجت‌های دولتی را از زبان خود به دیگر زبان‌ها باید ترجمه کنم و نمیتونم با همراهی مادر در یک حجره بمانم و با همراهی او شوخی و سرور کنم. و پسر 3 از برای حسن زن میگوید برادر، من با همراهی همسرم باید لوازمات‌های خانگی را خریداری کنیم و وقتی من برای مادر نمیرسد. این طبیب به حجره خود میرود و میگرید و میگوید یا الله، مگر عاقبت فرزند نسبت مادر همین است؟ الهی برای من فرزند در کار نیست. و از برای آنی که این طبیب
پدر و مادر خود را چند سال قبل از دست داده بود. این مادر را مثل مادر خود قبول کرده به خانه خود میبرد و این مادر عالی قدر در خانه این مرد مدتی 5 سال زندگی میکنند و با امر الهی در سن 75 ترک این دنیا میکنند. و بعد اونی که این مادر را اون مرد طبیب به قبر میگذارد، وقتی که شب خواب میکند به خوابش مادر اصلی رو میدارد و میگوید ای فرزند عزیزم، الله یار و مددگار تو بود، من از تو رضایم. این خواب را میبیند و فرزند بیدار شده میگوید و میگوید شکر الحمدلله به هر یک دقیقه که برای من نصیب کردی. و اون فرزندانی که این مادر داشت هر یک اونها در کوچه خار و ذلیل گشتند، یعنی هر یک اونها اون کارهای خود را از دست داده و اون پسر سوم را همسری و بعد اون که خانه خود را زیبا کرد از خانه خود بیرون می کند و در کوچه سرسان سرگردان می ماند و بعد می فهمد که قدر مادر چی بود. برادران و خواهران عالی قدر من، به حرمت الله تبارک و تعالی به قدر پدر و مادر برسیم. البته ما جوانان کمی خود را بلند گرفته بعضی وقت به پدر و مادر خود با آواز بلند داد میزنیم، لیکن پدر و مادر ما و شما دلی دارند که بها ندارد و مهری دارند که آخر ندارد. وقتی که ما عذر میپرسیم پدر و مادر مهربان است، انشاءالله عذر ما را میپذیرد، میگوید یا الله فرزندان ما را مغفرت کن. به این بنده به شک و شبهه باور دارم و از شما نیز خواهش دارم که به قدر همدیگر برسین، به قدر پدر و مادر و خواهر و دادر خود برسین که این دنیا غنیمت است. این دنیا برای هر یک ما و شما غنیمت است. شکر هر یک دقیقه کنین و از راه خطا، از کارهای خطا، از فتنه انگیزی و نابکاری خودداری کنین. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با احترام دوست و برادری شما امید رحمت.